سلام و درود به همه شما خوبان و همراهان کانال داستانگو. از اینکه کانال ما رو برای شنیدن داستان انتخاب کردید سپاسگزاریم. شما رو دعوت میکنیم به شنیدن داستان این قسمت. داستان خسرو و شیرین، قسمت 9. در دل شیرین اما آشوبی بپاست. او که سالها در انتظار رسیدن چنین لحظه‌ای به سر برده است، وقتی به خسرو که در کنارش قدم بر می دارد نگاه می کند، حس می کند که در تقدیر او همیشه شادی با غم و شیرینی با تلخی همراه بوده است. حس می کند که در این روزهای خوش دست پنهانی دارد روزهای شوم را برایش رقم میزند که در پس این شادی آسمانی فتنه‌ای پنهان است. اما هرچه به اطراف نگاه می کند، جز نوازندگانی که می نوازند و خسرو که در کنارش نشسته است و ساقیانی که جامهایشان را پر می کنند، چیزی نمی بیند. شیرین چشمهایی را که از میان سیاهی شب به او خیره شده است نمی بیند. کاش کسی به او خبر دهد. کاش زمان در همین لحظه ثابت بماند و پیش نرود. کاش خوابی پاره نشود. شیرین با فریاد کوتاهی از خواب می پرد و نگاه می کند. خسرو در کنارش خوابیده است. تکان نمی خورد. شیرین دلش آرام می گیرد. به پهلو می چرخد. سرش را روی بالش می گذارد. اما باز سرش را بلند می کند. خسرو آرام است. حتی صدای نفسهایش را هم نمی شود شنید. شیرین دستش را روی سینه او می گذارد. دستش خیس می شود. سرخ می شود و فریادی جان خراش اهالی قصر را از خواب می پراند. خسرو را در خواب کشتند. شیرین سنگینی پرنده شومی را که بر شانه‌اش نشسته است حس می کند. زانو می زند و خسرو را در آغوش می کشد. اشک‌های آغشته به خون تمام صورتش را می پوشانند و او به سوگ می نشیند. سواری از راه رسیده است. پیامی دارد. شیرین دیگر در انتظار هیچ پیامی نیست. نفرین بر دستی که بر تن نازنین دلدارم زخم زده است. زنی وارد می شود. بانوی من، سواری آمده با نامه‌ای محرمانه برای شما. میگوید نامه را جز به شاه بانوی ایران به دست دیگری نخواهد سپرد. شیرین در لباس عزا پیش می رود. بگویید وارد شود. سوار که گرد راه بر سر و رویش نشسته است وارد می شود. نامه ای را که در دست دارد به شیرین می دهد و می گوید باید پاسخ بانویم را به همراه ببرم. شیرین نامه را باز می کند. نامه به امضای شیرویه است، پسر مریم. شیرین گیج و مات به کلمات نگاه می کند. لبهایش را می گزد و با خود تکرار می کند پس شیرویه خسرو را به قتل رسانده است. شیرویه پسر مریم و خسرو، شیرویه که خون خسرو در رگ‌هایش جریان دارد، به انتقام مادر او را از میان برداشته. نه، باور نمی کنم. نه، آزارم می دهد. نمی توانم این را باور کنم. شیرین به زانو در می آید. حضور سوار را از یاد می برد که با خود می گوید ممکن نیست شیرویه به دیدار من می آید. به دیدار من که در مرگ خسرو به سوگ نشستم. خواسته که در انتظارش بمانم که با سوارانی بسیار در راه است. برمیخیزد، به سوار نگاه می کند. او در راه است تا به اینجا بیاید، تا جای خالی خسرو را پر کند، تا همسر خسرو را به همسری برگزیند. سکوت می کند. ناگهان چشمهایش برق می زند. می خندد و صدای قهقهه اش در قصر می پیچد.
سوار قدمی به عقب برمی‌دارد. ندیمانش سراسیمه از راه می‌رسند. شیرین می‌خندد. بلند و موهای پریشانش را از پیش چشم کنار می‌زند. به سوار می‌گوید به شیرویه بگو که شیرین با آغوش باز در انتظار رسیدن توست. بگو وقت تنگ است. بگو بیش از این تحمل دوریش را ندارم. و می‌خندد. خنده‌اش آرامش همه را برهم می‌زند. شیرین تنهاست. در پیراهنی از حریر سفید، گوشواره‌هایی درخشان به گوش آویخته و گیسوان بلندش را با گل‌های بسیار آراسته است. در راهرو می‌خرامد. به اطراف نگاه می‌کند. آرام پیش می‌رود و دری را باز می‌کند. پیکر بیجان خسرو روی تختی زرین قرار گرفته است. شیرین بالای سر خسرو می نشیند و می گوید شیرویه در راه است. پشت درهای قصر. او آمده تا جای تو را بگیرد. تا مرا از آن خود کند. آمده تا کینه ای را که از کودکی از تو به دل داشته اینگونه بیرون بریزد. می بینی حتی زخم زدن به تو نیز کینه اش را سرد نکرده. صدایی از بیرون شنیده می شود. درهایی باز و بسته می شوند. شیرین خنجری را که پنهان کرده بیرون می کشد. چشم می بندد و خنجر را در چشم برهم زدنی به سینه می فشارد. خون به لبهای سردش گرما می بخشد. در کنار خسرو دراز می کشد. دست او را می گیرد و چشمهایش را روی هم می گذارد و این چنین خود آخرین برگ دفتر سرنوشتش را به باد می دهد و خوب می داند که از این پس افسانه‌اش سینه به سینه نقل خواهد شد. بدان آیین که دیدان زخم را ریش، همانجا دشنه‌ای زد بر تن خویش. پس آورد آنگهی شه را در آغوش، لبش بر لب نهاد و دوش بر دوش. زهی شیرین و شیرین مردن او، زهی جان دادن و جان بردن او. چنین واجب کند در عشق مردن، به جانان جان چنین باید سپردن. دوستان و همراهان گرامی، امیدواریم که از این داستان لذت برده باشید. سپاسگزاریم با عضویت در کانال، لایک و کامنت از داستانگو حمایت کنید. تا درودی و داستانی دیگر، بدرود.